سلام به دوستان عزیز، خوش اومدیم به ویدیو جدید. امروز میخوایم با هم در مورد تجربه تقریبا 3 ساله من تو مسابقات استانبول با هم صحبت کنیم. از جوایز مسابقات، از سطح کیفی بازیکن‌های اینجا و تایم مسابقات معمولا بهتون میگم. لطفا تا آخر ویدیو همراه باشین، لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنید. خب موضوع اولی که احتمالا خیلی جالبه، سطح بازیکن‌های اینجا چجوریه؟ ترکیه بازیکناش لولشون چجوریه در مقایسه با ایران؟ البته من در مورد استانبول بیشتر اطلاعات دارم، 90% مسابقاتی که رفتم استانبول بوده، ولی فکر کنم حالا میشه تعمیمش داد به کل بازیکن‌های بقیه شهرهای ترکیه. خیلی خلاصه اگه بخوام بگم اینجا آندرریتدن بازیکناشون، یعنی بالاتر از سطح ریتینگشون بازی میکنن. مثلا شما با 1500 600 فیده اگه بازی کنی در حد 1800 900 تو ایران بازی میکنه. علتش هم اینه که مسابقات ریتد فیده اینجا خیلی کمتر از ایران برگزار میشه و اینا سیستم ریتینگ داخلی خودشونو دارن. یه سیستم دارن به اسم اوکاده که اگه حالا شطرنج‌بازای قدیم حتما یادشون از تو ایران هم داشتیم همچین سیستمی به اسم ریتینگ داخلی، فکر کنم از 500 شروع میشد. اینا هم یه سیستم اونجوری دارن مخصوص خود ترکیه و ریتد فیده خیلی کم برگزار میشه به نسبت ایران و ریتینگ فیده بازیکناشون خیلی دیر به دیر بالا میره، برای همین خیلی ریتینگشون پایینه توی فیده، ولی خب سطح بازیشون خیلی خوبه. من روزی که اومدم اینجا فکر کنم 2062 3 بود ریتینگم، فکر کنم الان نزدیک 1900 شدم، نزدیک 160 70 ریتینگ از دست دادم از بس با این بازیکنای آندرریتد بازی کردم. البته همه دلیلش هم این نیست، خودم هم آماده نبودم، تمرین کافی نداشتم، دلیل اصلیش در واقع اینه. ولی خب اون قضیه هم هست که اینا بازیکناشون بالاتر از سطح ریتینگشون بازی میکنن. مورد بعدی، قسمت جذاب جوایز. چجوریه اینجا بهتره ایران بهتره؟ توی ایران بچه‌ها جایزه ها بیشتره. دلیلش اینه که ورودی میگیرن توی ایران دیگه، از همه بازیکن‌ها ورودی میگیرن. حالا تا جایی که حداقل من بودم و تا 2-3 سال پیش که خودم خبر داشتم، تقریبا مسابقه بدون ورودیه من یادم نیست تو ایران داشته باشیم. همه جا باید ورودی بدی بازی کنی و حالا از اون ورودیه یه مقدارشو جایزه میدن. اینجا اینطوری نیست، تقریبا 80% مسابقات بدون ورودیه و شما فقط اسم می‌نویسی و بازی می‌کنی. برای همین جایزه هاشون کمه چون ورودی نمیگیرن. ولی مثلا حدود 20% مسابقه هاشون رو باشگاه‌های خصوصی یا حالا کلاب‌های شطرنج، کافه‌های شطرنج، اینجور جاها که برگزار میکنن، اینا ورودی میگیرن از بازیکن‌ها و خب جوایزش خیلی بهتره به نسبت اون مسابقه هایی که معمولا شهرداری‌ها میذارن، جاهای دولتی میذارن و گفتم بدون ورودی است. این باشگاه‌های خصوصی که مسابقه میذارن چون ورودی میگیرن جایزه‌های خوبی هم میدن. این هم از بحث شیرین جوایز. مورد بعدی که خیلی عجیب غریب بود برای خود من وقتی که تازه اومده بودم، تایم مسابقاته. توی ایران ما هرچی کلاسیک بازی میکردیم یا 90 دقیقه بوده با 30 ثانیه فیشر یا 60 دقیقه دیگه از این مسابقه‌های 2-3 روزه‌ای که تو ایران مدت هم مد شده بود، یادمه روزی 3 تا بازی بود فکر کنم، بالاخره یا 90 بود یا 60. اینجا کلاسیک 35 دقیقه است، 35 دقیقه و 30 ثانیه فیشر. خیلی برای من عجیب بود وقتی که تازه اومده بودم، اصلا نمیتونستم درست بازی کنم. یعنی فکر میکردم مثل بازی کلاسیک وقتم خیلی کم میشد، یا مثل رپید میخواستم بازی کنم از اون ور پوزیشنم بد میشد. خیلی یعنی سخت بود برام چون عادت نداشتم از چند تا تورنمنت اول، خیلی عجیب بود. ولی بعد دیگه عادت کردم، یعنی دیدم هرچی مسابقه کلاسیکه اینجا 35 با 30. البته مسابقه 60 و 90 هم دارن ولی خیلی کمه، شاید مثلا 1-2 بار در سال من تو استانبول دیدم مسابقه 60 دقیقه یا 90 دقیقه. اکثرا کلاسیکاشون همون 35 با 30 هست. خب اینا نکاتی بود که فکر می‌کردم شاید جالب باشه، حالا بحث مقایسه بین شرایط شطرنج توی ایران و ترکیه. تا اینجا ویدیو اومدیم بریم به چند تا بازی هم بهتون نشون بدم، چند تا صحنه از بازیایی که حالا از نظر خودم جالب بوده، حرکت جالبی قشنگی داشته، مسابقاتی که توی استانبول بازی کردم هست، اینا جدید بازی‌ها. یه چند تا صحنه از اونها با هم ببینیم، شاید خالی از لطف نباشه. مرسی. خب بریم بازی اول رو ببینیم. اینجا من سفیدم، از همون بازی‌های کلاسیک 35 دقیقه‌ای است که گفتم. اسم حریفم فخرالدین اوجار اگه اشتباه نکنم. بازی من با ایچار شروع کردم، یه کاروکان بازی شد. حالا شروع بازی رو خیلی نمیخوایم روش بحث کنیم. کاروکان تعویضی، فیل د3، اسب 3-6، C3، اسب F6، ویر F4،
تئوری تقریبا اصلی این لاین هست فیل J4 وزیر B3. اینجا سیاه چند تا حرکت داره، میتونه وزیر D7 بازی کنه، فکر کنم لاین اصلی اینه. وزیر C8 هم هست دیگه، اسب A5 هم اگه اشتباه نکنم هست. این حریف من اینجا وزیر C8 رو بازی کرد. هنوز من بلد بودم اینجا تئوری رو که اسب D2 باید بازی کنم، E6 اسب GF3. اونم خیلی سریع بازی میکرد، معلوم که تئوری رو بلده. فیل E7 دو طرف قهره رفتیم و اینجا من رخ A E1 بازی کردم دیگه. تا اینجاها تقریبا بلد بودم که باید رخ بیاد E1 و حالا اسب بره E5 و دیگه ادامهش بکنم. تئوری هم نیست دیگه، بقیه‌اش اگه هست دیگه من بیشتر از این بلد نبودم. از اینجا به هر حال دیگه تقریبا میشه گفت بازی هست که پشت میز باید بازی کنیم. فیل D8 بازی کردیم، مقدار عجیب بود این حرکتش برای من، فکر کنم می‌خواست اسب E7 مثلا بازی کنه. من طرح رو ادامه دادم به هر حال با اسب E5 فیل H5 رخ E3 و اینجا از J4 بازی کرد و لحظه در واقع حساس بازی اینجاست. اگه سفید پیدا کنه ادامه خوبو به برتری خوب میرسه. من پیدا کردم، یه مقداری پیچیده هم هست، میتونید متوقف کنید ویدیو رو و فکر کنید اینجا چه ادامه ای سفید بازی کنه. خب حرکتی که من بازی کردم رخ H3 بود. حالا حرکت خیلی خودش سخت نیست، شاید بگید خب این که خیلی واضحه، ولی ادامهش مهمه که بعد از اسب در E5 اینجا چی بازی کنیم. اگه بخوام بزنم با پیاده E5 و مثلا میتونه فیل J6 بازی کنه. هنوز باز سفید خوبه بازم تو اون ادامه هم. ولی چیزی که من پیدا کرده بودم، من چیزی که قبل از رخ H3 رو بازی کنم دیده بودم این بود دیگه. فیل R7 زدم و حالا رخ در H5 زدم. حالا اگه بخواد 4 رو برگرده که اسبش رو میزنم اینجا، سوار رو پس میگیرم و پیاده هم گرفتم و حمله هم ادامه داره. لاین اصلی اینه که باید محاسبه میشد از قبل، شاه J6. حالا خود رخ هم زیر ضربه، ولی اینجا حرکتی که میبره من از قبل دیده بودم حرکت خیلی قوی وزیر D1 هست. رخ دفاع میکنه، اسبم اینجا همچنان زیر ضربه. اگرم اسب بلند شه دیگه با وزیر J4 و اینا به مات میرسه تو حرکت بعدش. دیگه اینجا مجبور شد جلو وزیر J4 و اینا رو بگیره، F5 کرد و سوار رو من پس گرفتم. حالا یه پیاده اضافی دارم، حمله هم ادامه داره و سفید برنده است دیگه. فیل F بازی کرد. اینجا یه حرکت قشنگی دیگه من پیدا کردم، اسب F3 ظاهرا ارتباط وزیر رو با رخ قطع میکنه، میتونه بزنه، ولی اگه بزنه مات قشنگی میشه. خودش نزد تو بازی، خودش رخ H8 کرد. ولی خیلی سریع ببینیم اگه بزنه چی میشه. اسب 4 پیش برخواست با وزیر هست و حالا بعد از وزیر F3 دیگه حرکت بعدی دفاع نداره، مات فورس هست. این اسب F3 هم حرکت قوی بود، رخ H8 کرد خودش. زدم رخ H8 رو با وزیر زد. حالا وزیر B3 B6 و شاید آخرین جایی که این مقدار محاسبه لازم داشت کارو تموم میکنه این حرکت شکافتنده 3-4 هست. به نظر میاد بعد خیلی خوشحال شد اینجا حریفم، یعنی خیلی سریع بازی کرد. اسب A5 فکر کردن اورلوک کردم پیاده 3-4 رو، ولی دیده بودم بعد از وزیر B5 که زد وزیر D7. حالا این دوتا زیر ضربه، نمیتونه همزمان دوتاشون هم دفاع کنه. خودش شاه F7 بازی کرد و بعد از اسب J5 دیگه تموم شد. پیاده E6 سقوط میکنه و دیگه کار تموم است. یکی از بازی خوبی بوده که من اینجا انجام دادم. بریم سری بازی بعد. آها این بازی هم سیاه بودم. این بازی فکر کنم رپید بود اگه اشتباه نکنم، 20 دقیقه‌ای همچین چیزی تو ذهنم هست. به نظرم بازی رپید هست. من سیاه هستم اینجا. اسم حریفم هم جیهانگیر گجگزن اگه اشتباه نکنم. این اسمشون هنوز مقدار برای من سخته. بازی جالب بود. این بازی ها خیلی تاکتیک جالبی آخرش زدم یادم. من سیاه هم E4 E5 اسب F3 3-6 شروع بازی دو اسب رو بازی کردیم. فیل C4 اسب F6 D3 فیل E7 C3 قلعه D5 D5 رو زد اینجا و من با اسب زدم رخ E1 فیل J4. اینجا من فکر کنم H3 باید بازی کنه، یعنی چیزی که من دیده بودم H3 بود. حرکت خوبی بازی نکرد اینجا. این فیل E3 حرکت خوبی نیست، معلومه که خوب نیست. این دو فیله رو میده، من زدم این فیله رو. به نظرم برای بازی رپید حداقل سیاه راحته دیگه، دو فیلش خوبه. زد A6 کردم، E4 بازی کرد، اسب A5. جالبه که رفتم برای فیل دومی و فیل دومیش هم یادمه که زدم اینجا و حالا دو فیل در مقابل دو اسبه.
F5 حرکت مهمیه، باید بازی باز بشه مسلماً وقتی که دو فیل هست. با پیاده زد، با رخ زدم، رخ F1. اینجا یه لاینی دیدم که خیلی جالب بود، خیلی اجباری هم میبرد. میتونید متوقف کنید ویدیو رو، پیدا کنید ادامه‌ای که سیاه میبره، اصلا فورس همه چی اجباری است. فیل C5 کیش دادم، شاه H1 بازی کرد. حالا E4. حالا اسب رو دارم میزنم، آچمزم هست باید بزنه دیگه. E4 رو زد. حالا وزیر رو میزنم، همه لاین اجباریه، با رخ میزنه و حالا رخ در F3 به جای فیل در F3 رخ در F3 رو من دیده بودم، حرکت با علامت. اگه بزنه با فیل میزنم مات میشه، خیلی مات خوشگلی میشه با دو فیل. سوار داد دیگه، نمیتونه بزنه، رخ E1 بازی کرد دیگه. اینجا ادامهش چند حرکت بعد دیگه تسلیم شد خودش بعد از فیل E6. تاکتیک جالب بود اونجا، بعد از فیل C5 و E4 همه چی اجباری میشد، نمیتونست کاریش کنه. و بریم بازی آخری که امروز میبینیم. این بازی کلاسیک بود، یادمه این بازی کلاسیک بود و فکر کنم 60 دقیقه بود اگه اشتباه نکنم. توی سالن خیلی بزرگی برگزار میشد، مسابقه از بازیکن از کشورهای دیگه هم اومده بود، خیلی مسابقه مهمی بود. خیلی هم تاکتیکی جالبی زدم، خیلی دوست دارم خودم این بازی رو. من سفیدم، سیسیلی بازی کرد حریفم، لاین گرند پری از C6. سیسیلی گرند پری میگن به این. F4 G6 اسب F3 فیل G7 فیل B5 E6 فیل در C6 پیاده در C6. اینا حالا خیلی روی شوربازی من بحث نمی‌کنم چون تقریبا این فرم شناخته شده است. این اسب F سفید دو فیلش رو میده، ولی خب ضعف پیاده C5 جبرانش در واقع این است که این پیاده رو ضعیف میکنه و در ادامه سعی میکنه فشار بیاره روی پیاده‌های دوبله سیاه. من D3 کردم، D5 بازی کرد و از اینجا بازی جالب میشه. سیاه دو فیل داره، طبیعتا سعی میکنه بازی رو باز کنه. منم که طرحم اینه که رو پیاده C5 فشار بیاره. خیلی بازی جالب میشه از اینجا. من اسب A4 بازی کردم، دیده بودم البته کل لاین که میخوام بازی کنم. پیاده C5 زیر ضربه. وزیر A5 بازی کرد، دفاع کرد پیاده‌شو و به اسب منم حمله کرد. و حالا اینجا من یه حرکت کردم، میتونید باز ویدیو رو متوقف کنید و فکر کنید. یه حرکتی من کردم که حریفم خیلی تعجب کرد، زیر چشی داشت نگاه میکرد، فکر کرد اوورلوک کردم. اینجا B3 کردم، خیلی حرکت با علامتیه. حداقل انسانی، من با انجین یادم نیست چک کردم یا نه، ولی انسانی خیلی حرکت با علامتیه. و رخو زد، در واقع رخ کامل اینجا میزنه ولی تفاوت میشه. من فیلو میذارم D2، دیده بودم اینو، فیلو میذارم D2، وزیرش زیر ضربه و خود این فیل هم زیر ضربه. وزیر رو مجبور برداره، فیلو میزنم، تفاوت قربانی دادم ولی رخ اینجا زیر ضربه. و قطر رو نگاه کنید چه قطر فعالی داره این وزیر من. اگه بخواد قلعه بره مثلا میتونم وزیر F6 بازی کنم، بعدش نمیدونم فیل C3 یا اسب G5. خیلی دیگه احساس کردم این جبران بیش از حد داره. خودش اینجا سعی کرد D4 کنه، قطر رو ببنده و من این حرکت که اینجا بازی کردم از قبل دیده بودم، در واقع تا اینجا دیده بودم و گفتم این خوبه، این هم حرکت مهمیه، باید از قبل دیده بشه. خیلی حرکت مهمیه این C4. حالا یا باید آن پاسان کنه، قطر رو باز کنه دوباره، یا باید وزیر رو دور کنه، پیاده C5 رو بده. پیاده C5 هم که بده دیگه پشتبندش پیاده D4 هم رفتنی میشه و دیگه جبران متریالی هم پیدا میکنم. این C4 خیلی مهمه. خودش ترجیح داد که پیاده ها رو بده، قطر رو باز نکنه، وزیر رو رفت عقب. من C5 رو زدم، وزیر رو گذاشت D6 دیگه. اینجا کمی سریعتر برم جلو، قلعه رفت. حالا میتونم پیاده D4 هم اگه بخوام بزنم، ولی ترجیح دادم وزیر رو انتقال بدم برای حمله. وزیر E1 F5 وزیر H4. خیلی پوزیسیون رویاییه برای سفید. اسبای سفید رو دقت کنید چه جاهایی هستن، اصلا سیاه مهره هاش حرکت نمیتونن بکنن. از G5 رخ G7 E5 وزیر B8. اینجا هر کاری بخوام میتونم بکنم. E6 رو میتونم بزنم ولی به نظر این طرحی که بازی کردم قوی تر بود دیگه. رخم بیاد توی حمله. آخرین شکافش این A5 که با A3 اونا رو محدود میکنم دیگه. اینجا بی حرکت میشه، تقریبا زوگ جوین داره میشه. H5 بازی کرد اینجا، رخ G3 در B4 فیل در B4 که نفوذم نکنه از جناح وزیر. رخ به 8 کرد، میخواست رخ در فیل بزنه، من دیدم اینجا خیلی راحت H3.
اینجا باید رخ در فیل رو بزنه، رخ در فیل نزنه اصلا حرکت نمیتونه بکنه با هیچی. رخ در فیل رو زد و یک کیشی هم داد این پایین. وزیر E1 سعی کرد آچمزی درست کنه، ولی میگم اصلا تمومه، هر جور بازی کنی میبره. اسب بر E6 رخش مثلا جا نداره الان. از D5 بازی کرد، نفهمیدم برای چی بود. زدم با پیاده رخ A7 کرد، میخواد از این ور بیاد تو. آره جالبه. اسب F3 نشستن به وزیرش، نمیدونم ندید یا کلا کاری نمیتونست بکنه، چون حالا تهدیدهای دیگه هم هست دیگه. وزیرم داره نفوذ میکنه، اینم زیر ضربه، اصلا هزار تا تهدید داره. باید تسلیم میشد. اینجا بازی کرد، نمیدونم با فیل زد تو این، من وزیر رو نزدم، رفتم برای ماتی دیگه. رخ در J6 و دیگه اینجاش راحته. وزیر F6 و هنوزم جالبه که بازی میکرد، تسلیم نمیشد. منتظر بودم تسلیم بشه، ولی تا رخ 3-8 رو که من بازی کردم دیگه بعد تسلیم شد دیگه. حرکت بعدش احتمالا دیگه مات در یک فکر کرد که من میبینم دیگه، اینجا تسلیم شد. این هم یه بازی بود که خاطر خوبی من ازش دارم. مرسی از توجهتون و به امید دیدار تو ویدیوهای بعدی.